كجيل اشتني خياري يا بچه کوکو خیلی سلامت خوشحال خیریت شکر زنده باشین سلامت باشین کوکو بفرمایید خونه هم بلیا باش که شرط تا پیش کوکو خوب ما که پاسپورت یا الله کجیر کی نه دست را بچی بابا برم بابا یا الله بفرمایید خوش آمدید کوکو اشتنه سلام علیکم تیار هستیم بخیر هستیم خوبه جانگوره بخیر کوکو تیار هستیم سلامت باشین تیار خوشحالم کوکو تیار که هستیم باش شکر سلامت باشین زنده باشین دور باشین کوکو جان پاسپورت شما دیگه ویزا کردم خیلی نیست تو برازاده خوبی دارم غم و خیلی میخوری سلامت یاره اشتر بچه خوب تو بچه ها بیتری کوکو سلامت باشین من کوکو جی پاسپورت شما ویزا کرده آن یا ورق ویزی نه بفهمیدیم آلیا ایوش کنه گپی شما گم نشه کوکو خوب آلیا این دیروز ویزا شد خلاص شد فقط 2 ماه شما وقت داریم به افغانستان اگر مستقیم میریم اختیار خود داریم یا بابا بری بفهمیدیم بعد از 2 ماه وقتی که خود داخل به ایران شدیم 1.5 ماه 45 روز شما ویزی شما وقت داره و ظرف همین 45 روز که شما 45 روز مستقیم 10 روز مستیم 20 روز مستیم بعد 45 روز بیشتر نشه کوکو بفهمیدیم 45 روز شما بعد بیشتر نشه به خاطر که پاسپورت شما میسوزه میسوزه به سر وعده شما پس بیاین که بخیر میگم بله. مال اینجوری اگر مال حرکت کنم برم چی فرق میکنه؟ فرق نمیکنه کوکو از اون دیروز که عباس اشتنی بیشتر خواهی بخیر سلامته خوشحاله عباس به پیارت هم گفتم با تو بیتر میفهمی خوب تیار شد پاسپورت ویزا شد این ورق ویزی نه 2 ماه به افغانستان وقت داره هر ساعت که حرکت میکنیم 1.5 ماه هم به ایران خلاص الان میتونم برم بابا بابا بری بخیر بخیر میرم نگه بابا بری بخیر که دختری اکثر زنگ میزنم میگم بیام میگم میگم دختر خو یادم بکشم به خدا بابا سوال وقت بری بخیر خیلی متوجه باشیم که همین ورق ویزا خیلی مهمه این مهمه ها امین نباشه به ایران داخل شده نمیتونیم به زونجی هم که هستیم باید این مهمه که بعد میشه امین به کسی خوب کنم هم خودی هم پاسپورت باید باشه چون پاسپورت هیچ ویزا نمیخوره هم یک پاسپورت به سر مرز مور میخوره همه چیز ویزی شما نمینه بفهمیدید عباس متوجه بشی با تام به پیار خو یادواری کنی که گم نشه ورق یار خیر بینی کاکا بابا. خدای کار زمتا ترده میشه جبران کنم بابا. پانی که از شما گفت بابا جان. باشه ما صبح به شما میدم ها خودم بجا پیش ما گم شه داده اکثر زنگ میزنم میگم بیاری امی تو دختر خو یاد کردم به خدا بری بخیر بابا سوال وقت بری پاسپورت ویزا شد انگار خیر بینی کاکا این اگه شما نمیبینی به چهار ما وقتی این که به خوب دانده من میرم دیگه کوکو به خاله کار دارم به خدا میسپرم کاکا خاله میبخشی زمتا بشینی سلامت چای بخور کاکا چای بخور خیر باش بری بخیر کجی برو من خودی چطور نگی کاکا خیلی میبخشی سلام هم به اونجا باید رفتیم به دولت خیشا بگیر با چیشون به چیشون حالا بزن همین خدمت بکردن جایش نمیرفت زنده به از ما و شما داره خونه کوکو برار زده پاسپورت فرق نمیکنه خیر بینی یعنی اگه بابا تو را میبردم خودی خود خیلی خوب بوده ما پاسپورت نداریم بخیر میریم با ما این دفعه بیام باز خودی هم میریم با ما پاسپورت اتیار کنیم بابا خوبه پاسپورت بابا بزرگ با ما اتیار کنم خودی من چه سوال ندارم بابا خیلی بینیم بچه خود سلامت دست باشید شما در نکنید زنده باشید راستی کی پیار تو میرم دیگه بخیر بخیر دیگه شهر سوا بخیر برم و سه یاردان میرم بخیر برم دیگه کار خدمت دیگه زنده باشی چاشتم ایستادی سلامت باشی. خدا سر چاشتم نری جا خود مانه چی فرق میکنه بخیر باش خدا خدا حافظ شما بخیر برید
خاله ابا چه بیشتر بیشتر اینا خوبه خیلیت جنجال اول بگو اینا چیه؟ کجا ماما؟ اینا چیه؟ اینا چیزه ها؟ اینا پیار تو ببرم به خیر خوشی به ایران به کجا ببرم؟ به ایران به دادمه اما پیار یک موتر مازدا خود خود میبره که اینا هم بده تا موتر مازدا شده پیار آدم پیرمرد خود خود میدونه ببره خب برو بالا شمار ببره خب اینا مادر ما گفتن که برو به دوماد ما بگو که اینا رو برداریم ببریم به دادی ما ببریم به دختر ما ببرم که اونجا خاطر وصیت کرده کمک چایه یک 4-5 تا غوطیه که حساب اونجا ما چون بلی چی مایم دیگه یک گونی بار بیاد اشته دشمله 3 دست رخته بلک جو ما دیگه سر داریم خوب یک نفری که مثلا به ایران میره با موتر هر کی میبینه میته با موتر با مازدا با گونی با کفت خب بار میاره به خونه تر میکنه اینا رو کی ببره به ایران؟ سیکو حال قیافه نگیر به خاطر که پیار تو مایم به ایران برم خب اگه من برفتی من مال هر چه آشغال خرته پرت دیدشتی میآوردم اینا که نقص نداره صبر کن آبا تو پیار تو نگیدیش تا آدم یا صبر کن اینا موسی را که میبرم اینجا مثلا داده من گفته به من رایکو بگی تو این تلهیه که بروشی ها میپوشه پیاره گیل لگه نام آشغالای کو گیلک جو نمیشه اینا پس ببرن سرا مدیفینه شهر استین عروسی گیلا پس به کیف تو بگلال جان بابا تو با کاک مامو بگم با پیانا المشت تو با تویان به تیاره میره اینا اشته ببرن تو با خدا چه میخنده خب نمیتونه برده پیان آدم پشت پیرمردیه بیا تا به تیاره بشینه شاید تیاره هول یا شاید 30 جا پنچر کنه تیاره تو خود تیار کن برو یه کم بگم بعد تو نیه نه پیار تو رو خوب از با غالب برختم گیلا گم رو بده نزدی زنگ به خاله خود نه زنگ بگو خاله جان گیلت بیا ما در بحث و بابایس میکنه زنگ باش من گوشی خود بیارم خب برو زنگ برو زنگ برو لگه زودی بیا یو کم بعتالو جینگ ساز میاد از بالای شیراز میاد شاز با دوم همونا تو خود نمیفهم که دست زبان ری کرده تو زنگ پیشی نامه داری کنی همون چای اگر خیلی چای خیلی دشنمی خوب دیگه هم پرتیم میدیم ما چیکار نه بله خاله خوبیم بخیر سلامتین بگو معرفی که باشم نمیفهم شکر زنده باشین بگو عباس میشناسم مثل تو بی عقل کمال یا چوب کن شاید باشه خاله آخه شما مغزر نمیفهمی که این پیانو به ایران میره هم مغزر بار اشته ببره از ما هم هست از شما هم هست مغزر اشته ببره که شما یک گونی بار بیاردین که بیر ببره به ایران به دادمه به داده گله خود چه کار میشه خب خاله جان شما نمیفهمین که پیار مشت پیرمردیه بیا با از مشهد تا به تهران به تیاره میره خاله ها خو اینا کنه میگذارم تیاره اشته میبرم تیاره از این عمر خو خرس کار نشد حال از این بعد به تیاره میره گپ خو گپ پیار چی فرق داره پیار نمیته گپ میزنه پیار شما نمیشناسین حالا نه شما مگه قبول کنه بابا تو که یعنی هستی خب میخندی مثل برز بری نه گوش خور بگیرم خوبه تو از دستفا خور نکنم بیا بیا بابا جان سعی کنین گیلک چی آورده مگه اینا چی آورده؟ اینا ببریم به ایران خیلی کن خیلی کنم سعی کن چی هسته من نره آره بابا سعی کن این میرن دادی منه میگه که اینا ببریم به ایران ببریم اینا رو تارتوق ببرم به ایران اینا رو ایران خوبرزاده من گفت بیار خاطر که این دیگه من داری میکنم تک نکن مال اینا ریشه ببرم
چای ساز اینا رو به ایران میبری؟ پیرم داده منه اینا خاطر که اینجا بفهمیده اینجا به خود دیکونی واکده خورزاده مه اینا معتبر داریم بیاره ما به ما بخرک اینا بخریدم امیرا دونه سال 90 روپیه خریدم انا اینا چیز کنیم ببریم اینا رو کیریه کرد مادر من خوشلوچی شما مادرتم مرد دیونه سراخ کرده یا خود دیونه چره؟ اگه دیونه نباشه اینا چی تو اینا ما برای بگفتم بابا خب چی گریه کنه که به درد از اینا بخوره برفت یک گونی آشغال جمع کرده بیارده که پیانه ببره به ایران شما از مشهد تا مطلع به تیاره نمیرین چه؟ خب اینا تیاره مقداره و تا تیاره مقداره اینا رو بازدید میشه خب نه آشغاله بابا اینا نمقدارن بابا شما مادر ما گفت تک ببرین شما چی کار دارین؟ آخه ببریم من بتنم ببرم دیگه نمیفهم شما میگیم ببرم اما بردن از اینا اول اینا رو به تیاره نمقدارن که بابا به چه بازی من بخور دیونیه ای هم دیونی من؟ پس کی دیونیو؟ پس کی؟ گیلک اگه تو به ایران بریشته بار خوابوندی خود خوب تو یک خرکام خودی خواه بردی اگه به ایران بری من نمیفهم همون طبیله و همون چایا باشه از اینا دوست این پیران میبرم به چی باشه اینا میبرم اینا جمع بگو یا پرت کنی بگو نشید اینا میبرم این تبله به کجا بود جمعید بشی ما بابا شما سردل خیلی داره من میگم ولی ببرم دیگه پرتر دیگه کی ببره ما نمیبره هر کس میبره ببره دیگه ببریم دیگه عجب کاریه ما چی گیر کنیم ما کاش که بیرون بابا اصلا ما از هر بر نبره همه پرتر دیم اینا دیگه پرتر دیم نه هیچ کدوم نمیم هیچ کدوم چی مسخره بهده چی خاک به طرف کنم نه جا کنه بابا جا کو ببر به در سرای نفرتو جا کردی دیگه بردا اما من یا پیران اینا رو بردار خود چای دستمالات بابا زنگ زنیم برای خوب بگیم برای خب با کی زنگ زنم؟ به خاله من با خاله تو؟ ها خب کم گوشی ندارم آره ما هرچی دم در برای بگفتم خودی مزد کرد تو نمیفهمی آره چی بگم بری؟ بگیم برای بگیم نمیتونیم چی کار خدا نمیتونیم بگیم اینا کی میبره به ایران؟ ایسه تو چایا ما کرده میگه ببر به ایران الو میگم تو به من چی رای کردی بابا تو چی آخه اینا بردن آسونه تو اینا برو که اشغال جمع کردی تو با تاج بارجای هم نکردی به تم ملو کردی اینا خیال میکنن که من لیلمی فروش کنی اون موقع اینا اشغال اینا رای کردی به من که چکا کنم اینا با کشور به کشور به ایران من نمیبرم نه ولی دست عباس نمی کنم اما یک سره رای میکنم اینا ما بردن نمیرم من به تیاره میرم به متراکا نمیرم آنی پس رای میکنم خدا حافظ بیایی بابا بابا بیای بابا دیگه هیچی نمونده که یاد شما نره نه دیگه همینایی که بود وردشتون دیگه بیایی بابا براتون بیبا بخیر خدا حافظ شما خیر به جلوی شما باشه برید لازم برید خدا حافظ بدیم باجه دست نه بیا این چه بچه نره که وقت تای نره بریم بگذارم تموم تا اینم بخیر بالاش بشینیم آقا بشین عباس برید اوا برید برید اینه بدی بابا ما برفتم برفتم بابا نه بابا اول برفتن گیلک ایوه پشت رو برد اینا ها 5 دقیقه جلوی تعمیه بدیم تیاره به کجا شیشت یاره تارک نشده گیلک برفت به موتره را از تو نداشتی پیار من از با مشهد که برسید بخیر و از اینجا میره به تیران به تیاره
از کجا مشهد؟ از مشهد به تهران به طیاره میره. نه بابا. آه. حالا برفتم های؟ حداقل تو را هم میدید بیاره. برن کجی. ما چیه؟ چیکار کنم؟ مادر ما گفتم این سدیرم بده کرایه همون چیزا گردن ما بسته نشه بیارتم برفتم کار چی؟ کرایه لباسا و دشمله و چایا و امو اگه شما میفهمید تلبله اگه شما میفهمید کاری همون دشنما و تبله همه 100 روپیه میشه تا ایران. چند میشه؟ این خیلی تمام میشه یک فرغون تمام میشه اینم دیگه گیره جو خوب. کجا؟ برو مدر خوبه. ها دیر آمدی. برفتم پیارته دیگه هم در تیاره؟ برفتم بخیر. ما در یک کش بودیم. برین چاش تاگه نون داره خود شما ما گیله اگه نو چاش دیگ مدیموریه. آه نانه من نون بدیون میخوره اونجا بر بالکن اون نون بیاد بدیون خوبه. دیگ مدیموریه. برای کدی. نمیری بخونه چای خورده. برو گیلک جو بخیره. اگه چای خورده میری برای. چای نه من گوش نه بابا چاش دیگه گیله. نون نداره می چی دیگ شما دموروه دیگ مدیموریه گیله جو. امروز خاطر به ما برای. نمیگی دیگه چاشته بسه ای من نمیگی تو به درس ما بیای نمیگی به من نه چاش تکنون داشته باشیم میگم بیا حالا اینو چاش نه نه تو تخموش بابار نمیکنم حالا نمیکنم نه خواهی چی خدا حافظ آموخته میشی با بگفتی که سدی از تو دیگه برو با مدر خوب بگیرو الان من با خوشون نخود با سنجبین مدر خوب بگو با سدی خرج کن خوبه نه با مدر من نگی دیگه بس به خاطری که نمیده با من بگو کانال میگه سدی بستونده او هر روز که من صبح به صبح میشه هر روز که صبح به صبح نمیشه او افریفیه با من میده برو همون سدی حال پی مدر پیانه واسش تکش نبوده سدی بستونده بله. وای 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 آموخته میشی اگه با تو بگم بیا چاش تا بسته